مشروط بشه. حالا از اون همزن دستی ها اگر داشته باشی خوب است. خوبه. بعضی وقتا من نمیدونم چه میخوام حرف بزنم، دشواری دارم تو حرف. با هم بزنید وگرنه اینجوری چیز میشه، یه دست نیست. این مرحله بکنم یکم سخت باشه. اینم آخریش. آره اینم آخریش. وای وای وای. بفرستیمش تو فرو. هم میتونیم بخوریم هم میتونیم ببریم. بیا. نه اصلا بردنی نیست. هر کی دوست داری بخونه. میذارم تو فر تا یه رو دیگه. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. من یه چند وقتیه میخواستم براتون آموزش کوکی لایجان بذارم. هر دفعه به یه علت نمیشد. یا آرد نداشتم یا شکر نداشتم. شکر که پودر قند. یا گردو نداشتم و امروز تخم مرغ نداشتم. موقعی که اعظم گفته بودم بیاد، فیلم داره ما امروز اعظم جون هستش، بهش گفتم که بیاد. گفتم اگر میشه تو راه برام تخم مرغ بگیر که من این آموزش رو برای بچه‌ها بگیرم. زحمت کشید برام گرفت. یه چیزی هم قبل از همه اینا بگم. یه عزیزی به من گفته بود که ستاره جون وقتی میخوای آموزش بذاری مقدارش رو سعی کن، حالا اگه ترازو خیلی ها شاید نداشته باشن مثلا یه جور بگیر که همه بتونن انجامش بدن تو خونه. عزیزای دل، بعضی از شیرینی ها کاملا شما باید با اون قلق خودش، با اون وزن دقیق خودش انجامش بدین، وگرنه اصلا اون کیفیتی که میخواین اصلا در نمیاد. ولی من با اون حال چون کوکی شیرینی فوق‌العاده خوشمزه است و اکثرا دوستش دارن، تصمیم گرفتم که موادش و معادلش هم بگم، یعنی وزن دقیقش رو من خودم الان اندازه‌گیری کردم با ترازوی آشپزخونه و با پیمانه یا حالا لیوان اینجوری هم بهتون بگم که حالا معادلش چی میتونه باشه شما بگی. واسه همون امروز این دفتر من کنارمه، قبلش همه رو وصل کردم براتون معادل نوشتم که دقیق بهتون بگم. ما چیزایی که برای کوکی احتیاج داریم تقریبا میشه گفت چیزای در دسترسه، اونقدر حالا سختتون نمیشه بخواید درستش کنید. ما کره نیاز داریم، کره که بسته‌بندی بیرون هستش، یعنی شما مشکلی برای وصل کردنش ندارید. من یک کره 100 گرمی گرفتم، یه دونم 50، کلا 150 گرم کره نیاز داریم. اگر شما کره نداشتید میتونید از روغن جامد اصیل، دقت کنید هر روغن جامدی نه، روغن جامد اصیل چون خیلی طعم خوبی داره میتونه جایگزین خوبی برای کره باشه، اونم 150 گرمه. حالا اگر اینو نداشتید میتونید از اون استفاده کنید. این 150 گرم. روغن مایع داریم، من همه رو بچه‌ها وصل کردم با پیمانم، دقیق اندازه نگرفتم، با ترازو این کار رو انجام دادم. روغن مایع 50 گرمه، معادلش میشه 8 قاشق روغن مایع. البته روغن مایع پخت و پز، اشتباهی روغن سرخ کردنی استفاده نکنید براش. یا 1/4 لیوان فرانسه، همون لیوانای فرانسه که معروفه به همه تو همه خونه ها اکثرا هست، اون لیوان رو به 4 قسمت تو ذهنتون تقسیمش کنید یا اصلا با یه خودکاری با ماژیک علامت بزنید 1/4 اون ما روغن مایع نیاز داریم. یا همون که گفتم 8 قاشق غذاخوری. پودر قند نیاز داریم بچه‌ها. این پودر قند من الکش کردم وگرنه همه درشته. 240 گرم پودر قند ما نیاز داریم. معادلش میشه 1 پیمانه کامل و 2/3 پیمانه، یعنی 1 و 2/3 پیمانه. حالا اگر نمیدونم نوشین، مطمئنا اگر شما بخواید یاد بگیرین درست کنین الان دارید مینویسید، معذرت میخوام که بعضیا رو تند میگم. پودر کاکائو بچه‌ها نیاز داریم، 1 قاشق غذاخوری. وانیل نیاز داریم، نصف قاشق مرباخوری. بهتون گفتم قاشق مرباخوری، چایخوری کوچکتر از مرباخوریه، پس نصفش ما وانیل نیاز داریم. بیکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری بکنید، 1 قاشق کامل. دیگه شیر داریم، شیر 4 قاشق غذاخوری. ببینید مقدارش خیلی دقیق دارم بهتون میگم، اینا رو
همه رو قبلش اندازه‌گیری کردم، خیالتون راحت. ولی اگر بخواید مقدارش رو یکم کم و زیاد کنید امکان داره تو کیفیتش تاثیر داشته باشه. به خاطر همون بهتره که ترازو داشته باشید. آرد قنادی ما نیاز داریم 480 گرم. ببین من همه رو علک کردم. معادلش میشه چی؟ 3 پیمانه. ببین از این پیمانه ها یا لیوان فرانسه‌ای که حالا از اول قرار شده باهاش اندازه‌گیری کنید، 3 پیمانه کامل و 2/3 پیمانه. 2/3 پیمانه میشه این، یعنی اینو من 3 قسمت در نظر بگیرم، 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت، 2/3 دوباره. ولی دقیقش میشه 480 گرم. تخم مرغ داریم 3 تا همدمای محیط. ما اینجا گردو داریم که باید خوردش کنم، خیلی ریز خوردش نکنید. حالا بهتون میگم در چه حدی باشه بهتره. 180 گرم حدوداً میشه 2 پیمانه گردو. و اینجا کشمش پلویی داریم که کشمش پلویی هم 130 گرمه، معادل 1 پیمانه. پس مقدار این به این 2 پیمانه است، این 1 پیمانه. خب این یادداشت من میره کنار، دیگه ما شروع میکنیم به درست کردنش. من قبلش چند باری این آردو علک کردم. آردو برای این علک میکنی که قشنگ منافذش باز بشه. حالا بیکینگ پودر، برعکس گفتم، پودر کاکائو و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم و همراه آرد علکش میکنیم. زیادم اگه همون 1 قاشق کافیه. اگر دیدید خیلی پودر کاکائوتون اونجوری بیدونه کم رنگه، یه مقدار میتونید 1 کوچولو بیشترش کنید. ولی من پودر کاکائوم خیلی با کیفیته، همون 1 قاشق هم فکر کنم ذره سنگینش میکنه. ببین قشنگ اینو علکش میکنه. خلاصه این که امروز ازمجون باعث شد که من اینو درست کنم، وگرنه تخم مرغ نداشتیم و این آموزش هم نمیشد. بچه اگه یادش بگیرید اینو خیلی راحته دیگه، بعد قلقش دستتون میاد، همیشه میتونید درستش کنید. مخصوصا که حالا ما نزدیک عید داریم میریم، میتونه یه شیرینی عالی باشه. درست کنید 2-3 روز هم حتی بیشتر داخل ظرف دربسته میمونه با همون کیفیت. یه مهمونی چیزی میاد یا اینکه خودتون میخواین جایی برید میتونید با خودتون ببرینش. ایده جالبی. آره اینو علک کردم کنار گذاشتم. خب ما اینجا کرم همدمای محیط باید باشه. اینو من اضافه میکنم، 1 کوچولو با همزن میزنمش که از این حالت در بیاد و قشنگ یه دست بشه. کرم خب خیلی طعم خوبی بهش میده، ولی من چند باری با اون روغن اسیده درست کردم، خیلی عالی شده بود. اونم چون یه عطر خاصی میده. هر کاری کردم نتونستم پیداش کنم. همونم پدرشوهرم برام گرفته بود. خیلی گرون شده، شاید به خاطر اینه که دیگه اونقدر پیدا نیست. روغن مایه‌شو دیدم ولی روغن جامدشو نه. خب بچه این به قول مادرم خیلی حیفه. اینو قشنگ اینجوری دیگه با این اوضاع اقتصادی واقعا خیلی حیفه. واقعا الان کره نمیدونم دونه چقدر شده. ما چون مثلا حالا من شیرینی و کیک زیاد درست میکنم، حالا نه اینکه برای خونه ها، یه مهمونی میاد چیزی، من خیلی کم پیش میاد از بیرون بخوام شیرینی تهیه کنم، چون خودم حالا در حد معمولی بلدم این چیزا رو خودم تو خونه درستش میکنم. حتی یه عزیزی یادمه وقتی آموزش اینا رو گذاشته بودم و درست میکردم برای دکه علی، ایده برداشته بود اونم درست میکرد مغازه همسرش که سوپرمارکت داشت مثلا میفروختن. اینم ایده خوبیه، شما میتونید اینو درست کنید و راحت از این راه درآمدزایی کنید. فقط کافیه که چند باری درستش کنید، قلقش دستتون بیاد. اگه برای ترازو اینا داشته باشید خیلی راحت درستش میتونید بکنید. حتی جایی چیزامو عوض کردم، اون بر مبلا اومدن، نمیخوام زیاد گرد و خاک کنم. فعلا اینوری این هم زدنامو شروع میکنم انجام میدم. خب بچه‌ها ببینید اینو یکم هم میذارم سبک بشه. خب
بهتره. حالا پودر قند رو اضافه کنی، قشنگ همش بزنی. من قبلا علک کردم، با خیال راحت همش میزنم. بدون علک اصلا اضافه نکنی چون گلوله میشه. بعد همزنم خیلی اون گلوله ها رو فکر نکنم باز کنه. حتما اینجوری با لیسک یه دور هم بزنی این پودر قند و کنتون یه دست بشه. من چون تجربهش رو داشتم میگم. یه لحظه ازم متعجب نمیگم بگم قد شده. نه. یه بار اومدم اینجوری پودر قند ریختم، اومدم هم بزنم قشنگ همه جا پاشید. مثلا اون میترسن دیگه. قبلش اینجوری همش میزنم. ببینیم چجوری هم میزنه. دومی هم الان خونه است امروز در حال خوابیدن. ببین اینجوری قشنگ یه دست بشه دیگه. بعد خیلی راحته. کلی کره اینجاست. یعنی آروم آروم. اصلا اون کره از اونجا قشنگ یعنی آره قشنگ هم میخوره. حالا یه دور دیگه اینجوری همش میزنم. بچه‌ها ببینن. دومی نرفته زیر. نه امروز بیرونم. میخواد ببین چیکار مامانش داره چیکار میکنه. فکر کنم میخواد با بچه‌ها سلام علیک کنه. پسر قشنگم بچه‌ها دارن ما رو نگاه میکنن. حرفی سخنی چیزی. فندو. آقا فندو نه خوابه. خب بچه‌ها این چون یه ذره کره من یکم سفت‌تر بود اینو میذارم یکم بمونه. زیاد نذارین اینا، هم دمای محیط بشه کافیه. من چون بعد دیگه مراحلش اینه که پشت سر هم اینا رو اضافه کنم، اینجا گردو رو من مخلوط میکنم. داشتم فکر کنم این ظرف چیه اینجا اضافه. خب نگاه کنید گردو رو اینا دیگه خودکاری اصلا برای اینکه گردو اینم قشنگ بشورید. من قشنگ شستم گذاشتم داخل آبکش، بعدم با دستمال خشکش کردم. گردو رو خیلی ریز خورد نکنید. خوشمزگی کوکی اینه که یک کم به دهن بیاد. خب من گردو رو خورد میکنم. ببینم در چه اندازه باید باشه. آره نه خیلی ریز نه خیلی خیلی درشت. یه ذره دیگه چون خورد کردم. بچه‌ها گردو رو من اینجوری خورد کردم. نه خیلی ریز نه خیلی درشت. ازم جون یکم یه جلو بچه‌ها ببینن خیلی ریز نباشه. خب حالا واسه این که قشنگ با هم دیگه مخلوطش کنیم یه قاشق از همون آرد رو من با این کشمش مخلوط میکنم، به گردو اضافه میکنم و قشنگ همش میزنم که بعد میخوام اینو با کوکی مخلوطش کنم. ببینید اینجوری. این کار باعث میشه که کف ظرف همه گردو کشمش نیاد و مخلوط مواد بشه. خب اینم بردارم اضافه ها رو. بچه‌ها توی این فاصله که اینو دارید درست میکنید فرم با دمای 170 درجه گرمش کنید. من فر رو روشن کردم، دما هم 170. حالا قشنگ همش میزنم کره و پودر قند. ببین چند دقیقه که بهش استراحت دادم یکم راحت تر قشنگ مخلوط شد. خب حالا این وانیل رو با تخم مرغ میخوام اضافه کنم. کم کم زمانی که دارید همش میزنید کم کم روغن مایه و شیر رو اضافه کنید. بعد از این مرحله خیلی مهمه. ما 3 تا تخم مرغ نیاز داریم. 3 تا تخم مرغ رو دونه دونه اضافه کنید. یهو با هم هر 3 تا رو نشکنید. دونه دونه اضافه میکنیم. با تخم مرغ آخر وانیل هم اضافه میکنیم.
هر کدوم رو حدوداً 1 دقیقه هم بزنید. با تخم مرغ آخر وانیل رو اضافه میکنم. خب بچه‌ها حسابی که همه زدید و مخلوط شد، حالا آرد رو کم کم اضافه کنید. من موقع اضافه کردن الکش میکنم که بهتر مخلوط بشه. حالا از اون همزن دستی ها اگر داشته باشی خوب است. خوبه. بعضی وقتا من نمیدونم چه میخوام حرف بزنم، دشواری دارم تو حرف. این دیگه باید مخلوطش کنید دیگه. الان آردو کم کم اضافه کنید که گلوله نشه، اینجوری قشنگ همش بزنید. حالا اونایی که از این همزنای کاسه‌ای دارن خیلی خوبه، خود دستگاه قشنگ اینجوری همش بزنید. آره دقیقاً. آره. من ولی فکر می‌کردم اونا خوب هم نمیخوره. نه عالیه، فقط اینکه قیمتش خیلی بالا رفته. منم دوست داشتم، البته من این دانش رو بمیرم و خیلی دوست دارم. خیلی بچه خوبیه، چند سالی با من داره مدارا میکنه، ناراحت نشد دست من. ولی خب از اونها هم دوست داشتم. رفیق چند ساله خیلی گرون شده، خیلی گرون شده. نمیدونم اسمشو درست میگم یا نه، اسمک فکر کنم. یه برندیه که خیلی رنگی، چیزای رنگی هم زیاد داره، یعنی وسایل رنگای مختلف و جیغ و اینا. فکر میکنم همزنش رو چند وقت پیش پرسیده بودم، بود 24 میلیون. 24 میلیون از هم کاسه یا؟ آره قبلش اونو چیز کرده بودم، قبلش پرسیده بودم چند سال پیش بود 8 میلیون. 8 میلیون هم خیلی زیاد بوده. آره دیگه. ولی الان شده 24 میلیون. پرسیدم اتفاقا. خب بچه‌ها اینو قشنگ باید انقدر گرون باشه. آره اون برند دیگه، حالا پول برندشو میگیره. ولی خب کاسه‌ای دیگه‌ای هم هست که قیمت مناسبن و استفاده میشه کرد. ولی من عاشق اون رنگیام دیگه، نمیدونم چرا. رنگای جیغش انقدر خوشگله. یکی تو خانواده ما از اونا داره، نمیدونم کیه. با خیلی لاکچری باشه واسه از اونا داره. آره. فکر کنم شهلوه. آره. وای ریختمش. اشکال پیش میاد. آره اصلش که گرونه و من فکر نکنم فرعی داشته باشه اصل کلا، اگر هست. خب بچه‌ها اینو قشنگ همش میزنیم. پس هم خسته شد. خب قشنگ همش میزنیم و بعد ببینید قشنگ با هم بزنید وگرنه اینجوری چیز میشه، یه دست نیست. این مرحله بکنم یکم سخت باشه. از نفس افتادم گرم. تو قبلا درست کردی کوکی آره دیگه. بابا زیادم درست میکنم. همون. ولی واسه آموزش همیشه برام سخته دیگه، چون مثلا یکی نیست که اون لحظه ویدیو بگیره از من. یه سری چیزا هست که من مدام درست میکنم ولی آموزش گرفتنش سخته. منم احساس میکنم زیرش قشنگ هم نخورد. خب این یه مواد سفتی میشه. این مرحله خیلی سفته، چون فکر کنید 480 گرم آرد داره دیگه این سفت نباشه چی پس؟ باید سفت باشه. خب فقط این مرحله خیلی بده. شما با همزنم بتونید هم بزنید، اصلا از همزن منم از اون چیزا داره. اینو کم کم اضافه کنید وگرنه دیگه اصلا به سختی میتونید همش بزنید. پر از مواد دیگه، پر مواد عالی دیگه. این رو دوست نداشتید میتونید موادش رو کمتر کنید. بعضیا کشمش دوست ندارم ولی بچه‌ها این کوکی به این کشمششه دیگه، حتما بریزید عالی میشه. بدونم اونی که قراره الان کوکی بخوره کیه؟ من دلیل هم زدنشم. خب این مرحله رو تموم کنم بعد برسیم به مرحله بعدی. بچه‌ها حتما کاغذ روغنی بندازید، ولی نیازی نیستش که چربش کنید کاغذ روغنیتون رو.
با فاصله این کوکی ها را کنار هم بچینید، به خاطر اینکه بعد از اینکه توی فرم میره بافتش تغییر میکنه و چیز میشه، حجمش زیاد میشه. پس حواستون به این نکات باشه، با فاصله باشه. کاغذ روغنی خوب یا کاغذ نسوز. نمیدونم من چرا سختی میگیره کاغذ نسوز بخرم. البته این که خیلی هم گرونه بی تاثیر نیست، ولی باید بخرم چون میتونه این چندین بار استفادهش کنید و خیلی خوبه. چه جالب. آره و اصلا هم نمیچسبه و نمیسوزه کیکتون. آره خیلی خوبه. ببینید الان دیگه به این مرحله رسیدم، قشنگ اینو چیز میکنم. خب بچه‌ها اگر از این اسکوبا نداشتید اصلا مشکلی نداره، با همین قاشق هم میشه. خب من یه اسکوب از این بر میدارم، ببینید به کمک این قاشق اینجوری تو ظرفم میریزم. کلی از این چیزا میشه، خیلی تعداد این کوکی هایی که درست میکنی زیاد میشه، کم هم نیست. من چون میترسم خیلی چیز بشه، نه 3 تا خوبه فکر کنم، ردیف 3 تا باشه اینجوری. خودش بدن چیز میشه، بزرگ میشه. اینو اینجوری با فاصله میزنم، بعد میذارم داخل فری که از قبل گرم کردیم، دما 170 حدودنم 1 رو. باز اگر حالا فرای مختلف متفاوت دماشون دیگه، شما باید خودتون میدونم. این اسکوپ رو خیلی بد دارم چی میکنم، اسکوپ بیچاره رو باید خب بخوام الان من بخوام حساب کنم یعنی یه 20 دقیقه دیگه کوکی میخورم. آره یه چایی هم باید دم کنم، تو هم که چای نمیخوری. من فقط دمنوش میخورم. خب بعدم میاد از این آدم هایی که فکر میکنن مثلا دمنوش میخورن چه اتفاقی میافته. خوشم نمیاد. اونایی که دمنوش میخورن کامنت بذارن. هیچکی دمنوش نمیخوره، همه عاشق چایه. فال همون پیدا کنید بچه، کامنت بذارید همون پیدا کنید. آره بگید که دمنوش بهتره یا چایی، حتما بنویسید. با این کوکی دیگه چای میخورن دیگه، دمنوش چه مسخره بازیه. اون موقع اینجور جلافت ها با نبود. کوکی اصلا هیچی نمیخورن که طعم واقعش مشخص بشه. نه با چای میخورن، میچسبه به آدم، خیلی هم حال میده. پسرم خسته است. من اسیری شدم با این مرحله ذره زمان بردیه بچه ها. من چون دارم با به قول مامانم تندی انجامش میدم یه ذره بی‌نظم شده، وگرنه مراحلش چیزی نیست و راحته. من حالا 2 لایه کاغذ روغنی گذاشتم. این سری کاغذ روغنی که گرفتیم خیلی جالب نبود. ازم دیگه بیا نزدیک به بچه‌ها نشون بدم که این به چه شکل در اومده، بفرستیمش تو فرم. اینم آخریش. آره اینم آخریش. وای بفرستیمش تو فرم. هم میتونیم بخوریم هم میتونیم ببریم. بیا. نه اصلا بردنی نیست، هر کی دوست داری بخونه. میذارم تو فرم تا یه رو دیگه. این از کوکی خیلی خوشمزه‌مون. بچه‌ها من به این 20 دقیقه تایم دادم. حالا با فر من یه وقتا 1 روبه میشه، یه وقتا 20 دقیقه. فکر کنم فرم خیلی خوبم داغ نشده بود. اینو میتونید داخل ظرف دربسته بریزید. مهمونی میخوایم بریم با خودتون ببرین، مهمون میاد ازشون پذیرایی کنید. خیلی بافت عالی داره، ببینید اصلا هم کفش نسوخته. من چون این کاغذ روغنی گفتم زیاد احساس کردم جنسش خوب نیست، 2 تا انداختم رو هم. حالا یه دونه هم نصف میکنم، شما ببینید چه بافت نرم و لطیفی داره. کاملا مغز پخت. حالا دیگه از فر دارم آوردم، باید دقیقه دیگه. اینو میتونید داخل ظرف دربسته بذارید و چندین روزم استفاده کنید. خیلی ممنون که حوصله کردید این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. ممنون که برای من همیشه کامنت میذارید، کلی قربون صدقه میرید. من به قربونتون برم که اینقدر با محبتید، اینقدر به من لطف دارید. چون خیلی ها گفته بودن ستاره جون
همش ولاگ میذاری و اینا، یه ذره آموزشی هم بذار. اینم تقدیم به اون دوستای عزیزم. من سعی میکنم ویدیوها جوری باشه که همه لذت ببرن. حالا یه وقتا با خانواده، خیلی‌ها خانواده‌مو دوست دارن، خیلی وقتا شما به من علاقه دارید، به من لطف دارید، خیلی‌ها آشپزی‌ها رو دوست دارن. خلاصه سعی میکنم که دل همه‌تون رو به دست بیارم دیگه، که شما هم همراه من باشید، از من حمایت کنید که کانالم رشد کنه. خیلی خیلی من شما رو دوست دارم، عزیزای دلم هستید. اگر سخنی دارید، حرفی دارید، حتما زیر این ویدیو برای من بنویسید، میخونم و جواب میدم. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون. بفرمایید کوکی و چای تازه دمی که گذاشتیم.